رفقا سلام. به کانال ماها نیوز خیلی خوش اومدید. من برگشتم با یک اخبار جدید از GTA 6. اما این اخبار با بقیه اخبارها فرق داره و مثل اینکه این دفعه یه خبری هست. برای اینکه اینقدر ویدیو از اخبار GTA 6 نذاشته بودم این بود که دیگه چیزی نمونده که ما بخوایم درباره‌اش صحبت کنیم. در مورد بیشتر چیزا مثل مپ بازی، محیط و کاراکتر و فیچرهایی که قراره بهش اضافه بشه ما صحبت کردیم که کلا ما یه پلیلیست از GTA 6 درست کردیم که حالا بعد از این دیدن ویدیو میتونید برید اون رو هم ببینید. و دیگه فکر کنم این آخرین اخبارهایی هست که داریم بهتون میگیم. این داستان سابسکرایب و لایک و از اینجور چرت و پرتا هم یادتون نره. بزن بریم سراغ ویدیو. یک سری از کارکنان راکستار تو توییتر این ور اون ور نوشته بودن که منتظر یه چیز بمب باشید. حالا این چیز بمب رو دقیق نمیدونیم چیه. ولی این لیکرهای عزیز اومده بودن گفته بودن که توی همین ماها یا جلوتر راکستار یه تریلری از GTA 6 میده بیرون. از اونجایی که راکستار توی شبکه‌های اجتماعیش هم انقدر کم کار شده این احتمال هست که داره روی تریلر GTA 6 کار میکنه. قبلا راکستار توی اینستا میومد هر روز استوری میذاشت، پست میذاشت این ور اون ور راجع به بازی‌ها، ولی الان یه هفته است که ازش خبری زیاد نمیاد این ور اون ور فعالیت بکنه. همین قضیه یه خورده مشکوک است و به ما این منظور رو میرسونه که یواش یواش خودمون رو باید برای تریلر GTA 6 آماده بکنیم. حالا بیشتر بریم درباره این تریلر صحبت بکنیم که قراره چجوری باشه. اولین چیز آهنگ تریلر GTA 6 است که خیلی دربارش بحث میکردم. احتمالا شما این آهنگ ویکند به اسم بلاندینگ لایتس رو شنیدین که فنای GTA موقع ساختن تریلر GTA 6 میان از این موزیک استفاده میکنن. بریم با هم یه گوش کنیم. خیلی خب بس دیگه کپی رایت میخوریم. حالا سوال اینجاست که چرا همه میگن این آهنگ قراره که تریلر GTA 6 باشه؟ مگه چه اتفاقی افتاد؟ چرا همه به این آهنگ بند کردن؟ راستی اینم بگم که من لینک همین آهنگ ویکند رو هم اون تریلرهایی که دوستان میسازن همین فنها به قسمت توضیحات براتون میذارم. حالا حال کردید میتونید برید ببینید. من به خاطر کپی رایت نمیتونم کاملی موزیک رو براتون بذارم. خب موقعی که این آهنگ عرضه شده بود خیلی تو تیک تاک و اینستا ترند شده بود. همه ازش کلیپ درست میکردن، کلیپ‌های رقص و از این چرت و پرتا. خلاصه این آهنگ خیلی ترکونده و فنهای ویکند هم ازش ویدیو میساختن و از اینجور حرفا. تا اینکه یه روز ویکند تو خود صفحه یوتیوبش میاد یه ویدیو از همین آهنگ که یکی از فناش درست کرده بود رو میذاره. خب توی اون کلیپ همه چیز نرمال بود. اینجوری بود که ویکند وسط یه استیجی داشت این آهنگ رو میخوند که دور و برش یک سری تابلو و بنر و از اینجور چیزا بود. حالا جالب اینجاست که روی یکی از این تابلوها نوشته بود تریلر GTA 6. خب سوال اینجاست اون کسی که اینو درست کرده چرا این رو گذاشته و از همه مهمتر این که چرا خود ویکند این آهنگ رو روی یوتیوبش گذاشته؟ چرا بقیه آهنگایی که فنا ساخته بودن ازشه؟ چرا اینی که توش یه بنر عقبش بوده نوشته بوده تریلر GTA 6 اونو گذاشته؟ عجیب شد نه؟ ولی من خدایی دلم روشنه که یه ارتباطی بین ویکند و GTA 6 هست. حالا بریم سراغ بقیه چیزها. تو این تریلر راکستار قراره که رخ و قدرت گرافیکی GTA 6 رو نشون بده و قراره که توش از محیط و آدماش بپردازه. شاید توش دو سه تا کاتسین باشه که شخصیت‌های اصلی داستان رو نشون میده. حتی ممکنه که برخی از این کاتسین ها اشاره به مراحل بازی باشه. مدتش هم تخمین زدن گفتن یه تریلر و حدود 5 دقیقه 4 دقیقه اینا باشه. حالا معلوم کامل دقیق نیستش، همین حدودا قراره باشه. حالا قراره که این تریلر کجا پخش بشه؟ قراره که توی مراسم پخش بشه. باید بگم که راکستار این تریلر رو به احتمال 99% توی صفحه یوتیوبش آپلود میکنه. پس اگه چنل راکستار رو هم ندارید ساب کنین که یه وقت از این تریلر پخش شد غافل نمونید. حال میکنی راکستار اومدم تبلیغ چنلت هم کردم. اگه همه اینو درست باشه یعنی تریلر چند وقتی بیاد با این حساب GTA 6 سال 2024 عرضه میشه و احتمال زیاد اولای سال بیاد. چون میگفتن که تیک تو اینتراکتیو سال 2024 قراره که سود زیادی بکنه. خب مشخصه که قراره یه بازی جدیدی عرضه بشه که این سود بکنه وگرنه میخواد از رو هوا پول نمیاد که قراره یه چیزی عرضه بشه. خلاصه این بود از ماجرا دیگه یواش یواش اخبارا دارن ته میکشن چون داریم به خود قول اصلی میرسیم. آقا تو رو خود این ویدیو رو هم لایک کنید دیگه. من هر دفعه میگم لایک کامنت فراموش نشه، شما اصلا این خیالتون نیست. آقا این لایک دیگه